السلام علیکم دوستان عزیز، با شما بلیط های ارزان در کار باشد. با واتساپ اویاکاسه شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. خوب بگیره بچه‌ها، بگیره یگان چی بخره. اوه شاگردای مهربان اومدن مشورا با کدوم مقصد فایل کردن خونه. با مقصد فایل کردن که مهر و محبت کردن نشوه. رحمت معلم جان. مینا انا او یه روز مرا در راه ببینه مرا سلام بده او گفتن میشوه یک تا دیگه پروکرور میشی یک تا دیگه ملیسا میشی یک تا دکتر میشی او مرا بینن بگن همین یک وقت استاد بود مرا او سلام بده فهمیده نه اگه خیلی سیفیوزا را بود کردن هم خسته سیفیوزا را بود کردن اگه سمندر جان اولا بکا بسیار همین تو بچه محمدونو میتوفتی دادم در سبب کلان شاید کی میشه؟ استاد جان لابای همین من کلان شانکو بیستو همین تاکسیست حواس دارم دا همین وقتی که اکای نمی مقدر که فایز میبینم کو حواس میکنم همین تاکسیستی باز یاد گرفته استم هایکنی را تاکسی میشم تاکسی هم؟ با من گفتم تی اگان دکتر بشه خیلی شکر همیشتم او ای قخاندی او میمری دکتری را کسب بکنی خیلی نصیب خیلی میشه میشه خیلی تاکسی؟ او تاکسی ایت ده همی دختر خوب ایت ده همی دختر خوب نه نگاه که دختر جان الله بای خیلی مبارک شو رحمت عطستت هم بگیریم اکا نصیب باشه اکا تو کی میشه؟ نصیب باشه کلان شده مادر میشم چی؟ مادر میشم مادر بسیار خوب میگن که یاد آرم مادری غمخوارا مادری غمخوار و خوش گفتارا انخسر مادر کلمه هست که مادر میگوی لحظی جگرت میسوزم مگم جو اینجا بر معلم جان اوه نگاه کن لبای میگوی و خیال میکن که میشه شیدانی اخی شیدنی مگم جان لبا اوینده او تو کشیدن میخوای مگم جان اوینده معلم جان این سمندر اوینده تاکسی میشینه تاکسی این دخترک اوینده مادر میشه مادر وقتی که مادر شید به پدر نمیشوه حتما یا پدر در کاره من پدر میشم من همین رئیس حیران میشم او من ندیده بودم که همین دوم وقتی کندنده با دست بکنن جوش تیار کنن و با کرن میکنن یا تکنیکا میارن یا جوش حوار میکنن با دوما میخیزونن چند اتاجه که مخلوطه با مستحکم کشید با دوما میخیزونی این خیلی کورس هم نو دیدستم بو بچه و تو عهدی چخلگی عهد میروی دو سال که همین کاتلمان کندسی اوی رای جان خدم توخه همین خواهد کار میکنم زور ما میخوام میرسه ها بچه ما 2 سال باید دومو بار داریم ما وعده دادیم که سرو که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو وعده داده رئیس شما که من آدم میارم کاریتون کار میکنه کدام بود رئیس جان به عقل ایجوری ابک بیسور بدن آدم نمیرسه برای همو هر یه ابک ده یه آدمی ماندم گوش که تو خوب ترش بره همون قطعی هم پاریز ابک دی بولوگی ده فتات ده قطعی هم یوردم که فهمو رئیس ما شما را فهمیدم ما پیش او بچه برم فساد زیسته من خیلی یارا نمیبرم اگه فساد کی باشه اونجا میرم میوردم پس که باید دومو میسپریم ها رئیس توی کاتلمان دیما تو میشه کی کیرپیچو میپوسم میره خوب ترش دیگه ابک بردن نکن ولی ما برم هم بچه‌ها رو گاوزنم تیز بیام بگیرم ببرن کی تو این دوم تیار میشه کی در موی سری ما یگان موی سری سیانو میمونه خاک امور خیلی کردن امور کندن امور سوسر بکنه السلام علیکم رئیس بابا چخیر؟ زحمت شما نزد کینجه شکر همین یک هفته جا تا اومده رفتید که شما رو نمیون رئیس بابا کینجه آخه هم مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود میشه 2 سال اومده نشسته تایو چیکار کنیم خونه شما چند متر بود حسین جان آخه رئیس جان خونه ما 6 متر بود 6 متر بله خونه ما کجا شده که خونه شما یگان جانشی ده خونه شما همیجه ده با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میجه میشه تیار شما این همی پنایزی خدا خواد پادوشکشو میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم همین پدوال سر میکنیم ایشان در بود میشن زیان نشه حسین جان خودت نداری که ما 20 ابک دارم 20 ابک هر روز هر یاتی بره رئیس جان رئیس پرویز غلطید ای بولو
11 етаж ғалтид парвизо. او چخیلی غلطی داخل این ابی بنده در پشت بست ها. بنده در پشت بست گفت که کشال میکنم خما فساد میزنم ای همونجا غلطید این بند درازی بد بده رفت در تا زد با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد اینم خیلی چی دیگه گپ نمیزنم با فکرم که تمام با چخیلی شی؟ انا بابا چه ورده سیانش اخی ورده سیانش بچه ورده سیانش باشانش چی؟ گوش کنید همه کسی میرین زنشون میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد همه کار شید رئیس جان ما بردن نمیتونیم را که التماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیس با بالای ما در کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما ختم برین گپ زنین که خشید بچه ها رو بگو همه کسی میرین خب رفتیم یانگا السلام علیکم ناز السلام ینگا علیکم ناز رئیس جان شما چه خیلی ناساز بیا بشینه نه رئیس میریم رحمت شوهر تو خونه دای؟ نه رئیس جان همی سر کار بر اومده بود نامده تو ازیره فهمو اینجا رئیس تینجا گفتم که همین مبلغی که گفتیم که همه هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خونه میومد چند هزار 10,000 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خونه میومد نه خونه درووردگی نیست هر ماه 500 تومانی می دروورد خونه دیدی رئیس میگم که یکم راهی بد رفته همی راست یگان رای بد رفته که یا که دختر بازی میکرده میگشته رئیس جان به فکرم شما رو هم راست میگین 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدروره گپی شما رو هم راست رئیس ولی ما او را مردش خونه میدرورم چی؟ مردش خونه میدرورم ولی او را مردش؟ ها گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرورم همین مثلا من آدم میگم آدم همین آدمی همیروزا ایش میاد با میگه که من در زندگیم زنم احترام نمیکنه زنم حرمت نمیکنه هم خیلی میگن که همین میگن آسیال نداره کارتول داره او زن با پدرش گرفتن نکن با مادرش گرفتن نکن با تربیتش گرفتن نکن با تربیت کدام نکن اکل همین تو گفتنی که همین زنی تو ها یانگا گپ تو میگیرم گوش کن مرا همین خیلی تربیت کدagیم که فهمیدی میدارم راست ایجوش میخیزم و انا خیلی بیل مردک جون میگم چای اوقاتم تیاره احترام بیا بریم یه پیله چای بخوریم خیلی با باقی مانده صحبت در خونه میکنیم موگم بو همین زن باشه انا خیلی زن باشه همین زنی مرا نمیگوی یک رومال چیه یک رومال در سرت بکن میگم کو گپ نمیگیره تربیت سستی تربیت نه کی راست میگی رفتمی یاد میگیرم ای تو زنک چی میگوی؟ گامو این کی بود؟ زنی با تربیت با پدرش نمیه